جنگ شهروندی زیاده از 150 شهروند خارجی از جانب سلاح‌برداران مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی گروگان گرفته به هلاکت رسانیده شدند. گروگانگیری هنوز از سال 1991 همچون راه پولکارکنی در تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی استفاده می‌شد. آنها شهروندان خارجی را گروگان گرفته به عوض مبلغ طلب کردهشان آزاد می‌کردند و نخترش می‌فروختند. یکی از این شهروندان خارجی گروگان گرفته آنها پروفسور ژاپنی یوتاکا اکینو بود. یوتاکا اکینو سال 1998 در جمهوری تاجیکستان همراه با همتایانش از لهستان، اوروگوئه و تاجیکستان ضمن اجرای فعالیت خود در دایره میسیای سازمان ملل متحد از جانب تندگرایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی به طور وحشیانه ترور شدند. میسیای مذکور روند به دست آوردن صلح و ثبات را در جمهوری ما نظارت می‌نمود. 3 ایولی سال 2018 ضمن سیمپوزیوم بین المللی بخشیده به 20 سالگی یادبود مرگ فاجعه‌ای عالم و سیاستمدار مشهور ژاپنی یوتاکا اکینو بار دیگر تاکید و تصدیق شد که محض تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی او و همکارانش را با استفاده از سلاح و دستان مسلح به قتل رسانیدند. در حقیقت از سالهای 1991 این جانب همه پستی و بلندی وحشیانه گروه‌های تروریستی نهضت اسلامی را می‌دیدیم. در این دوره‌ها زیاده از 100 نفر شخصانی گروگان گرفته که دیپلمات‌ها، شخصانی از خارج می‌آمدگی روزنامه‌نگاران و غیرها که برای تنجی و صلح صلاح با جمهوری تاجیکستان وارد می‌شدند، تروریستان نهضت اسلامی برای مبلغ و پول از خود کردن این شخصان را به گروگان گرفته به قتل به طریق وحشیانه می‌رساندند. شخصان روزنامه‌نگار و شخصان دیپلماتان، سیاحان، همه این شخص‌های خارجی اوید به تنجی صلح صلاح برای تنجی امان بودن جمهوری تاجیکستان ما در سفر می‌کردند و این درنده‌های وحشی اینها را همچون وحشیانه به قتل می‌رساندند. نمی‌خواستند که یعنی جمهوری تاجیکستان ما به صلح صلاح به تنجی و امانی پیشرفت شود. من شاهد حال هستم که شخص معین یعنی یوتاکا اکینو در 20 یونیو سال 1998 به قتل از دست این خونخوارا رسانده شد که این شخص نماینده سازمان ملت بوده برای صلح صلاح و تنجی و امانی جمهوری تاجیکستان سفر به ما کرده بود و این گروه خونخوار برای درآمدناکی مبلغ شخص نامبرده یوتاکا اکینو را به قتل رساند. بعد غار دهشتناکی لب دریای سرخاب پرتافتند که تا اینکه نشانی نماند. چیکار کنیم؟ بچه‌ام بگناه آمده بودن اونم جنگل نکشتن شونم ندادن خسته بود که آوردم بود. سالهای 93 و 94 از خاطر نمیبرم چون که در اون سالها ما بسیار عظمت سخت کشیم. ایدستی همون گروه های حزب نهضت اسلام که اونا ما را در حقیقت غم میدون. در ای وخیا سلطت های یاش آوردن و چای یاش بیگناه را زلاجنیکا را آوردن در همون قشلاق پایون چند روز گرفتن. در سالهایی که جنگ شهروندی در جمهوری تاجیکستان ادامه داشت و نمایندگان حزب نهضت اسلام از آن جمله به دهه ما هم آمده بودند، من شاهد این حال بودم که از جمله خواهر من مملکت را هم یکی از اعضایان حزب نهضت اسلام جمعه علی مردان به زوری به واسطه عراق پدرم را زوران وای کردند، مجبور کردند گفتن اگر نبیاری هر دو پسرت میکشیم. بیچاره موی سفیده در ماشین به زور بار کرده به تاغمای بردن. یک قشلاق همسایه داریم تاغمای، همونجا مجبورن کردن که هم دخترچه ما رو گریزانده بودیم به تاغمای، گفتیم که برو طرفی خارق همونجا انده که از همین ظلم اینها خلاص شویم که نشد. بیچاره موی سفید با چشم گریان مجبور شد که دخترچه رفته از اونجا برگرداند و زورن
او را بزنی گرفته جمعه علی مردان و بعد چند وقت همین نهضتی ها در نتیجه تاثیر قواهای حکومتی راه فرار به جمهوری افغانستان پیش گرفتن و خواهرچه من را بیچارم گرفته به واسطه کوه و کلات و طرف افغانستان بردن. آن همه قتل و غارت هموطنان آیا برای دین اسلام و تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی و راهبران ماجراجوی آن که خود را حامی دین و مذهب وانمود می‌کردند چه منفعتی داشت؟ نابسته از آنی که امروز تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی خود را بیگناه برآوردنی می‌شود و برای خود سفید کنی از تمام راه‌های در اختیار بوده‌اش استفاده می‌برد، اما فاکت‌های تاریخی، نشاندادهای شاهدان وابسته به فعالیت آنها باطل بودن عقیده‌شان را برای جامعه نشان می‌دهد. شاهد هستیم ما برای همین. در پیش موسا پست موندن، آدم‌ها را از ماشین می‌فروردن، زن‌ها را از ماشین می‌فروردن، جاش با زنا می‌کردن، جاش بود بردن می‌پروندن. همه امیرین با چندین کس پروندن. همه با شاهد 325 نفر مرده رو ما از تک زمین کنده گرفتیم. می‌کفتن اکسکواتور کتی 5 6 10 آدم یک جای می‌پرفتن بالاش گور می‌کردن. موی سفید گفت که در کجایی که سگ فرو می‌گردد یا سگ‌ها توب میشد در همان جا مرده است. می‌رفتیم می‌کفتیم از همون جا مرده می‌افتیم. نه گوش دارم نه بینی دارم. کسلت‌ها کتی دستا سوختگی شرم شود مردی نباشم بریدگی. من خیلی دهشت‌های دیدیم ما از دست حزب نهضت اسلام. زیایان کشور در سالهای جنگ شهروندی و بعدی به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی نیز برای حزب ممنوع سابق نهضت اسلامی به یک امر معمولی تبدیل یافته بود. اصلی مقصد نهضت همه قماندان‌ها را ساخت برپا کردگی بود تا اینکه همه گروگان بگیره مردم و با واسطه گروگان گرفتن و به سبب گروگان گیری مبلغ جمع شود به نهضت که اگر مبلغ نباشه ما هیچ کار کنه نمیتونیم مقابل حکومت دولت. سال بگم که 1998 همه خیلی آوازان اومد که بابا جان مرمرویچ مرادفه که معاون میر شهری همان وقت بود همه گروگان گرفتن قماندان‌های نهضت اسلامی. ما در همونجا کار میکردم همچون اعضای بگیم که کمیسیه آشتی ملی گفتن تو کماندیری نهضت که هستی هیچ چیز میفهمی دیگر رو نمیتونن در زبانشون از شما میفهمین. بعد من رفتم برای همه کارا به انجام رسوندن. خب در کوچه خراتگین سراغ کردم گفتن رحمان گیتلر در بالای همون کوچه خراتگین همونجا رفتم که در یک مسجد بابا جان مرمرویچه آن حبس کرده است، ضرب لطی زیاد کرده است، عذاب و شکنجه زیاد کرده است، ترسل سر هم اعضای بدنش سیاه و مسلوق زدگیش هیچ حساب نمیکنی. سر لباسش هم گرفتگی بدن و یک جمعه دریدگی و دتنش. بعد من خطی رحمان گیتلر گپ زدم که گفت که من حاضر ختمه کفانم گفت اما چرا برآورد یعنی گرانتا. ما گفتم خیلی ما گرانت میترسیدم مگر پیش خرد نمی اومدم. ما همچون قماندان پیش آمدم اگر ما را مثال گیریم که روزگی ما را بخواهی همین مردکه آزاد. برای ما $200,000 پیشنهاد کرد. گفت $200,000 بتی ما میتونم میگیریم میرایی برای که مرا نهضت سپارش دادگن که مبلغ بیارین در برابر همین کارو بارتون برای مبلغ کار کردیم برای فرمان نهضت به جا آوردیم. ما گفتم ما ترا مبلغ دادن نمیتونم اگر یگان خدمت باشه اینم در تیارم. گفت خیلی 4 نفر ما آزاد کرده میتونیم. به گردن گرفتم بعد گرفتیم آوردیم در همو زاپرافکای پایانی همو کوچه خراتگین ورا در یک ماشین موندیم. بعد این نفر مسجد گرفتیم ما آدم اونا گرفتیم ورا دادیم بعد بردیم انا بابا جان مرمرش سمردیم. امروز ضرور است تا مردم کشور و جامعه جهانی درک نمایند که محض همین تشکیلات نحس تروریستی بیش از 100 نفر زیایان و دانشمندان
و روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های صاحب نام ما را با دستور هدایت و مبلغ‌گذاری خدمات مخصوص کشورهای خارجی به قتل رسانیده بودند. مقصد اصلی عملی‌سازی این کشتارهای دهشتناک از بین بردن قدرت ذهنی ملت، نیست کردن ارزش‌های دنیوی در جامعه تاجیک، نارام ساختن جامعه و از نو پایبند کردن مردم به عقیده و اندیشه‌های جاهلانه عصر میانگی بود. ببینید چطور تروریستان نهضتی با پایه‌های علم و دانش کشور ضربه‌های خونین نابخشیدنی زدند و چقدر شخصیت‌های بزرگ، روشنفکران و اهل ضیا را کشتند که به طور ذیل پیشکشتان گردانیده می‌شود. سنگوف سیفالدین غویبویچ، معاون رئیس سابق ولایت کولا، سفرعلی کنجیایف، سابق رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان، خوشبخت حیدرشاه، کاتب مسئول روزنامه تاجیکستان سویتی، جمعخان حاتمی، راهبر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، مرادالله شیرعلیزاده، سرمحرر روزنامه صدای مردم، دارنده جایزه اتفاق جوانان تاجیکستان، سیدکوفسکی سرگئی نیکولایویچ، سردار مرکز مطبوعات خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ویکتور نیکولین، مخبر تلویزیون جمعیتی روسیه در تاجیکستان، حامید مالیکوف، سردار شعبه اطلاعات و مکتوب‌های تلویزیون تاجیکستان، سعیدشاه سعیدوف، کارمند اداره رادیوی تاجیکستان، جنیدالله خلیفایف، مخبر روزنامه بیرق دوستی شهر باختر، زینالدین محیدینوف، سرمحرر هفته‌نامه نسیم ایام، نفسبک رحمانوف، مخبر روزنامه تاجیکستان سویتی،
اسکندر کریم، مخبری هفته‌نامه نوی خطلان. شریف اما کشوردوخت، روزنامه‌نگار هفته‌نامه خطلان. توکل فیض‌الله، سرمحرر هفته‌نامه حقیقت یاوان. مخصوم اولیموف، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان. حامد جان حکیموف، سرمحرر هفته‌نامه حقسوز. محمد شریف خالف، نویسنده، روزنامه‌نگار، دیرکتور تئاتر جوانان تاجیکستان. ذکرالله ولیوف، مخبر هفته‌نامه خلق آوازی. مختار بغدیف، مخبر اجنسی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور. روزیبای جمعیف، خبرنگار هفته‌نامه شرف. اکبر شریفوف، محرر برنامه‌های موسیقی تلویزیون تاجیکستان. دولت علی رحمان علیف، اولین مؤسس تلویزیون محلی کولاب، سابق راهبر مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. نوریدین حبیب‌الله‌یف، ورزشگر. نورالله شریفوف، آموزگار. آبیجان سالیف، خادم علمی. عادل محمد علیف، روزنامه‌نگار. الکساندر الینیک، خدمتچی حربی. حسنبای رفشانوف، کارمند ساحه فرهنگ. تقی رؤوفوف، مهندس. رجب‌علی علیمرادوف، راننده. رجب‌علی محمودوف، کارمند میلیتسیا. رجب مراد سنگینوف، آموزگار. ملخ رحیموف، مربی ورزش. میرزا کریم رحیموف، اقتصادچی. رحمت الله اولیموف، طبیب. رحمت الله محمد علیف، مهندس. رحمت الله خالف، ترجمان. فیض الله رحمانوف، کارمند تئاتر. رجب نعیموف، آموزگار. سرگئی بیلوتسرکوفسکی، صدابردار. این رویخط را میتوان به آخر ادامه داد، ولی با همین اکتفا میکنیم. همزمان برای به دست آوردن مبلغ و ثروت، آنها نمایندگان دیگر قشرهای جامعه از جمله کارمندان ساحه بانکی را نیز گروگان میگرفتند. ماه دکبر سال 1998 با سفارش سرکردگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی، معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان ولیف نوروز علیویچ از طرف گروه سلاح به دست نهضتی در شهر دوشنبه گروگان گرفته شد. او را این دشمنان ملت و میهن در یکی از زندانهایشان در شهر وحدت مدت 57 شبانه روز زیر عذاب و شکنجه جسمانی و روانی دکبر سال 1998 من در اون دوره در وظیفه معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان کار میکردم. صبح هنگامی به کار رفتن ماشین خدمتی ما را در نزد جمعیت سهامی برخی تاجیک از طرف گروه مسلح حزب تروریستی نهضت اسلام نگاه داشته شد و این سلاح به دستان ما را به گرو گرفتند و به حدود نواحی حاضره وحدت گرفته بردند. در دوام 57 روزی که من در گروگان بودم و قید کردن در کلکی سال 16 ژانویه 1999 ما از گروگانی آزاد کرده شدم. از طرف این گروه های تروریستی، از طرف اون نفرانی که آنها را انسان گفتند بسیار دشوار است. از دست آنها من بسیار عذاب‌های جسمانی و روانی کشیدم و همه آن با اون آورده رسون که سلامتی من بسیار ناتوب شد و من بعدی از گروگانی برآمدم مدت زیاد به طبابت خود
مشغول شدم و تا امروز عاقبت‌های اون عذابایی که از طرف گروه‌های تروریستی حزب نصرت اسلام نسبت به من قبول کرده شد، من حاضرم عاقبت‌های اون رو دیده ایستادم و وقتی که من در همین دوره در گروگانی بودم، من بار دیگر در اصل دیدم که این نفران رو انسان گفتن بسیار خطا است. اینا گروه بسیار تیار تروریستی که از در لاگرهای مخصوص تیار کرده شدن و اونا برای به هدفهای خود رسیدن تمام اصول رو استفاده می‌کنن که هم انسان رو از طرف جهت روانی هم جسمانی عذاب دهن. گروه مسلح حزب تروریستی نصرت اسلام می‌خواستن که با همین حادثه ها با گرو گرفتن و قتل کردن شخصان بسیار با نفوذ با روی جمهوری عالمان نکی عموما با اونا یگان ذرهشون نرسید آبروی بین‌المللی تاجیکستان پس کنند و در نزد سرمایه‌گذاران تاجیکستان رو همچون دولت ناآرام، دولتی که برای سرمایه‌گذاری مفید نیست معرفی نمایند. در این دوره اونا برای وسعت دادن فعالیت به انجام و در سطح بلند به انجام دادن فعالیت خود از طرف تشکیلات‌های تروریستی بین‌المللی یوری مولوی و مادی می‌گرفتند و این به اونا امکانیت میداد که در یک دوره معین در یک در گروه محدودی همین جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را بسیار تشکیل کنند و بسیار نفرها قربانی همین عملیات تروریستی این حزب نصرت اسلام شدند. محض کوزوف میرزا رحیم یکی از اشتراکچیان قتل و کشتار عالمان و زیاییان می باشد و شخصا او با همراهی اعضایان سلاح به دست تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی عبداللهیف عبدالقادر گریزویچ، اشرفов تقایمراد سیراجویچ و پیرکov دلاور شاهویچ با سفارش راهبریت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان حقوقشناس شایسته سفرعلی کنجیف را 3 مارس سال 1992 در کوچه اکادمیک باباجان غفورov شهر دوشنبه وحشیانه به قتل رسانیدند. سال 99 بود که رهبریت نهضت با سرداری حاجی حلیم هم شد که باید ما سفرعلی کنجیف را ترور کنیم. که وقتی که ما در تاجیکستان آمدیم داخل شدیم، ما را در اینجا با اشرف تقایمراد با ما همراهی کرد. جمشید گوینم یکی از نفرهای ما و که وقتی ما با اشرف تقایمراد رستم سهراب خانه جمشید رفتیم، در روجا ما را حاجی حلیم آمد امر کرد که گفت شما باید سفرعلی کنجیف را به قتل برسانید، هرچی میتونید زودتر این را به قتل برسانید. ما مدت 5 ماه 6 ماه جستجو کردیم، سفرعلی کنجیف جای کشتنش را یافتیم در مرکزی که در 82 میکرایان بود، در رو پروی بازاری 82 در اتاج سیون بود و که وقتی که ما در اونجا آمدیم از قبل بسیار پیگه اطلاع جمع کردیم، در اونجا یک زن قدیمی آمد، در اون وقت زن پیش می رفت و حاضر باشای سفرعلی کنجیف تلخوش عقبش می آمدن یک شفیار قطعی و که وقتی که ما در اونجا آمدیم جمشید ما را گفت که تو باید از دور ما را خبر بده که آمد یا نه آمد و در دست من همون یک گازت بود، باید ما در گازت می برداشتم که آمد، اگر نمی آمد من نمی برداشتم و جمشید در پایان ایستاد، رستم و اشرفov در درون همون پدیز ایستادن. که وقتی که سفرعلی کنجیف آمد من اشاره کردم که آمد و من باید از منطقه خارج می شدم. من منطقه خارج شدم، آنها سفرعلی کنجیف را در آنجا به قتل رساندن و تلخوش هم در آنجا به قتل رساندن، شفیارش هم. که وقتی که ما سفرعلی کنجیف را به قتل رساندیم، از جانب رهبریت حزب نهضت بر ما امر شد خصوصا حاجی حلیم که از تاجیکستان خارج شدیم و ما به روسیه فرار کردیم. 1995 با دعوت سلام حجمابک که یکی از فعالان حزب نهضت اسلامی است، با تخلص خالد با دعوت او از طریق ترکمنستان با راه در آبی به جمهوری اسلامی ایران به شهر مازندران رفته و از آنجا
بعد یک چند شبانه روز به شهر قم رفتم و در قم به مدت 4 ماه تعلیم ابتدایی دینی گرفته بعداً با همراهی حدوداً 140-150 نفر به جنگل مازندران برای تعلیم دیورسیونی اومدیم و مدت 4 ماه در اونجا تعلیمات دیورسیونی حربی گرفته. ماه فوریه 96 استاد نوری همراه خالد به نزد ما آمده با ما واخوری کرد و تاکید کرد که تعلیمات دیورسیونی را خوبتر بیاموزیم چون که برای برقرار کردن حکومت اسلامی در تاجیکستان لازم است. ما در آنجا از تمام نمودهای سلاح آتشفشان تیر پراندیم آموزش دیدیم و بعد 4 ماه من دوباره به شهر قم برگشته حدود 1 سال دیگر تعلیمات دینی دیده و سال 97 به تاجیکستان برگشتم و سال 98 عضو شامل گروهی پیرکوف دیلوار شده. در سال 98 من با همراهی پیرکوف دیلوار شاهویچ با لقب جمشید و عبدالقادر گریزویچ با لقب رستمی نورکی و با رستمی دوشنبگی و من 4 نفر 3 مارس 1999 در محله 82 در بنای استقامتیش سفری که با سفارش حاج حلیم در برابر مبلغ $2000 برای هر یک نفر سفری که اینجا را همراه راننده و 2 محافظش در بنای استقامتیش به قتل رساندیم و من در آنجا سال 2000 به کشور روسیه رفته تا مدتی دستگیری شدنم در فدراسیون روسیه زندگی میکردم. نهضتیان که امروز نشرمیده از ارزش‌های چون مردم سالاری و حقوق انسان حرف میزنند، آیا اعمال وحشیانه و انسان بدبینانه هر حزبی که هر حرکتی که یک دولت آرام و آسوده و امن را ناآرام و ناتنج میگرداند، حتما وای حزب یا حرکت یا گروه همون حزب همون حرکت همون گروهی تروریستی فاشیستی باید نام برده شود. ابوالقاسم فردوسی گفتند که زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دین اندر آرند پیش. محض همین نهضتی ها بودند که از پس منفیت های ناپاک و افلاس خود عمل کردند، با خواجگان خارجیشان که کیها باز چشم به آسیای میانه و دولت های آرام و آسوده و آباد از قبیل تاجیکستان چشمی حسد چشمی طمع دوخته بودند، مصلحت کرده این دولت ناآرام کردند، مردم بسیار خانوایران کردند، مردم زیادی گمراه زیر شعارهای گویا مردم خواهانه آنها به آنها باور کرده به میدان ها ریختند و این مردم را تنها پرتافتند، خودشان به نزد خواجه های خارجیشان گریخته رفتند و این مردم از نافهمی و نادانی خودش سرسان و خانه ویران شد و شعار آنها همون دین است، گویا که برای دین، برای پاکی، برای اسلام، برای حقیقت مبارزه می برده باشند. بنابراین من همین خیلی اندیشه دارم همچون یک شهروندی عادی تاجیکستان که در همون سالهای پرآشوب در همین وطن زندگی می کردم، همه این واقعه هایی در گوشه خیال مردم نبوده در اینجا رخ داد، همه عامل اساسی این ناامنی و ناآرامی و این قتل و این غارت و این ویرانی این وطن از دست همون حزب نهضت اسلامی میدانم که هنوز آنها در زمان شوروی در این سرزمین با مصلحت خواجگان خارجیشون ریشه دوانده اساسهای خود را تیار کرده بودند و چون اتحاد شوروی پراکنده شد، چون نظام شوروی از بین رفت، تا به خود آمدن این سرزمین کوچکی نو صاحب استقلال گشته به عملیات های تروریستی خود سر کردند. بنابراین من همین خیلی گمان میکنم که چون این حزب تروریستی است، چون این حزب برای فاشیستی برای قتل عام مردم رفت، باید وی محاکمه کرده شود،
در دادگاه‌های عالی محاکمه کرده شده، همان نفرانی که امروز به نزد خواجگان خارجی خود گریخته رفتند، اونا باید مجازات شوند، جزا داده شوند. چون فاشیستان چخیلی که سال 1945 بعد از خاتمه جنگ دوم جهان همان فاشیستانی که از ششک عالم را ویران کردند، مردم بسیار قتل عام کردند، در نیورنبرگ سود کرده شده بودند. باید اینها هم مانند آنها در محکمه های بین المللی مجازات شوند، جزای آنها معین کرده شود. سرمایه گذاران این حزب همه خواجگان خارجی هستند که در بعض دولت هایی که در زیر نقاب دوست عمل میکنند آنها پناه بردند، مبلغ گذاری میشوند. اما من همچون شهروندی عادی همین کشور گفتنیم اسلام حقیقت است. ما مردم تاجیکستان مطمئنا اهل اسلام هستیم، به خدا یک و یگانه باور داریم. در تاجیکستان در همه مسجد و مدارس کشاده است، لیکن قرآن خداوند، دین خداوند حزب ندارد. آن حزبی که با غرضهای سیاسی آمده یک کشوری امن و آرام را ناآرام کرد و امروز هم همین نیتهای ناپاک خود را در اینجا عملی کرده نیست، نباید دیگر باره به این سرزمین، به این قلمرو، به این ملک بهشت‌آسا دیگر راه دادن نشود. سرکردگان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی محیدین کبیری و کمیسر حربی حزب کوزوف میرزا رحیم کریمویچ با لقب شانایم کریم امروز خود را بیگناه می‌حسابند. تابعیت و دستنگری خود را به دایره‌های مخصوص جمهوری اسلامی ایران پنهان می‌دارند. ولی سرکرده دیگر این تشکیلات امانبکوف نعمت سلیمان بیکویچ سال تولدش 1971 زاده و ساکن دهه تنگ جماعت دهات سوچان ناحیه شولان ولایت مختار کوهستان بدخشان، عین زمان راهبر نمایندگی این تشکیلات تروریستی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. این خیانتکار در پایتخت ایران عمر به سر می برد. همیشه از کمک و دستگیری های خدمات مخصوص این کشور برخوردار است. امانبکوف نعمت با دستور و سپارش محیدین کبیری و کوزوف میرزا رحیم اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی را در قلمرو این دولت پذیرایی می‌کند. آنها را در یک جایگی با کارمندان خدمات مخصوص جمهوری اسلامی ایران به تعلیمگاه‌های حربی راهنمایی می‌نماید. روند آماده‌گیری آنها را برای انجام دادن عمل‌های تخریبی تروریستی در تاجیکستان نظارت می‌کند. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی تا امروز تحت هدایت و راهنمایی و مبلغ‌گذاری بعضی گروه کشورهای منفعت‌دار برای ضد منافع ملی و دولت تاجیکستان فعالیت تخریبکارانه و دشمنانه را پیش می‌برد. تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی راه‌های نو مبلغ‌گذاری فعالیت تروریستی را تشکیل کردند تا که آشکار و پیشگیری کردن آنها برای مقامات حفظ حقوق مشکل گردد. آنها با مبلغ جدا شده مال و مواد بازارگیر و مصالح سرخریدار ساختمانی را از کشورهای سیوم خریداری نموده به تاجیکستان وارد می‌سازند. فایده تجارت مذکور برای دستگیری فعالیت تروریستی، کمک رسانی به خویش و تبار و اعضایان جنایتکار محکوم شده تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی روانه می‌گردد. از تحقیق مسئله و نشانداد اشخاص به این عملیات مالیوی جلب شده برمی‌آید که هدف اساسی تشکیلات تروریستی و پشتیبانان خارجی آن نگاه داشتن مفکوره و غایه‌های حرکت افراطی از حساب پیروان باقی‌مانده تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در داخل جمهوری میباشد. محض با همین مقصد یکی از سرکردگان مذهبی سابق حزب نهضت اسلامی عضو ریاست عالی این تشکیلات تروریستی بابایف عبدالستار با لقب اشان عبدالستار سال تولدش 1968 زاده ناحیه واسع ولایت ختلان که در شهر ورشو لهستان قرار دارد با تجارت و انتقال پول‌های برای مبلغ‌گذاری تروریسم پیش بینی شده، شوهر خواهرش صاحب نظرف بیشتی شازیکریویچ سال تولدش 1982 زاده ناحیه واسع ختم کرده دانشگاه جامعه المصطفى العالمیه شهر قم استقامت کننده شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران را جلب کرده است. من تحصیلات اولیه دینی را به عنوان اعضای حزب نهضت اسلامی
نزد پدرم قربان محمد رجب که یکی از اعضای حزب نهضت اسلامی میباشد آموختم. بعد از آن در سال 2003 توسط حزب نهضت اسلامی برای ادامه تحصیل و جمهوری اسلامی ایران سفر کردم. چون من اعضای حزب نهضت اسلامی بودم، مرا در دانشگاه جامعه المصطفى العالمیه قبول کردم. من در آنجا از سال 2003 تا 2013 تحصیلات خودم را ادامه دادم. سال 2013 از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان برگشتم و سال 2014 با صاحب نظر بهشتی که آن هم تحصیل کرده جامعه المصطفى بود فعالیت صاحبکاری خود را آغاز کردیم. صاحب نظر بهشتی از جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران مال و محصولات را میفرستاد و ما در جمهوری تاجیکستان در میان صاحبکاران آن مال و محصولات را به فروش میگذاشتیم. تقریبا اولهای ماه سال 2020 صاحب نظر بهشتی به من زنگ زد که مبلغ $2,500 را به برادرش صاحب نظر محمد بدهند. صاحب نظر محمد به من زنگ زد که آن مبلغ را بگیرد. ما با هم در نزد رستوران استانبول واخوردیم و من مبلغ $2,500 را به صاحب نظر محمد دادم. این مبلغ از مبلغ‌های بوده است که محیدین کبیری و بابای عبدالستار به صاحب نظر بهشتی دادند. آنها پیوسته بارهایشان را با همراه بارهای صاحب نظر بهشتی میفرستادند و ما آن را در میان صاحبکاران به فروش میگذاشتیم. بهشتی به کسانی که میگفت پول به آنها برسان میرساندم. مبلغ $2,500 را هم که من به برادری صاحب نظر بهشتی صاحب نظر محمد رساندم بازکار صاحب نظر بهشتی بود. و من برادرم صاحب نظر بهشتی شازیکریایویچ زنگ زده گفت که محیدین کبیری و بابای عبدالستار که اکای زن بهشتی میشود بهشتی را گفتگیان که یک پولی را ایدایلوهای مخصوص ایران گرفتگیان و این قشه در بهشتی میتن این مسئله ساختمانی بخوره تاجیکستان روی کنن و در اینجا بفروشن همون را با پول کنن برای فعالیت نهضت استفاده کنن. بهشتی به من گفت که برای حساب همین مبلغ ها قربان بحریدین که او هم در مدرسه امام خمینی در شهر خم خواندگی $10,500 بگیر. $500 $10,000 بر اسرار داده. اسرار بچه زبیدالله رازق که یکی ای کلانوی نهضت ای که حوضی در محبس ای اما را بابته او پلا خودش در نهضتی ها تقسیم میکنه. بعد ما بحرین در زنگ زدم گفتم که من بیشتر میکنم $10,500 بیام بگیرم. او گفت که من یه بار بیشتر میپرسم بعد در زنگ میزنم. بیشتر زنگ زد پرسید بعد ما در زنگ زد گفت که خیلی ها بیشتر هم خیلی گفت بیو همین پلا بگیر. من قدیش هماهنگ کردم پیش رستوران استانبول ده رفتم همین پلا $10,500 دستش گرفتم. $500 برای خودم و $10,000 برای اسرار. بعد تلفن اسرار را بیشتر در ایما پرداخت. ما زنگ زدم اسرار تلفنش کشتگی بود و پگاش در تلفنش گریان شد. خیلی خطیش زنگ زدم گفت زدم هماهنگ کردیم پیش محله 46 در هر دو ما خوردیم. من $10,000 بردم در او دادم گفتم که همه در همین نهضتی ها تقسیم میکنی. بعد خیلی اگر نفهموش خشون در تلفن میفهمند. تقریبا آخر ماه اپریل بود که برادرم حسام الدین که در پارش خالو دارد به من زنگ زده و گفت که نفری به تو امانت میبرد اون رو بگیر. و اولهای ماه بود که محمدی به من زنگ زد اما در 46 وا خوردیم نزد بینای سادات. من $2,000 از محمدی گرفتم و محله کپرزیم رفتم و اسماعیل $200 دادم و به ربانی $1,000 دادم. 2-3 روز بعد برده $400 به سید محمد رساندم. $200 دیگه به آیله اکای توکل که شمارش رو برادرم داد برده رساندم.
اعضایان متشکل جنایتی دستگیر شده محصولات را به جمهوری تاجیکستان از ایران یا ترکیه وارد نموده آن را توسط شخصان میانه‌رو با استفاده از شرکت‌های تجارتی به مثل جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود عبدالله برات، بهار آرزو، نقین کارپوریشن و آلیه 91 از قید گمرکی می‌گذرانند و نام و نسب خود را با مقصد مورد نظر مقامات حفظ حقوق قرار نگرفتند در یگان حجت درج نمی‌کردند. در رفت تحقیق پرونده معلوم گردید که اکثریت این اشخاص با جرم مبلغ گذاری تروریسم بازداشت شده با خدمات مخصوص علاقمندی دارند. در مجموع مبلغی که از جانب خدمات مخصوص به تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی جهت گسترش و پهن نمودن ظهورات تروریسم و اکستریمیسم در تاجیکستان در دوام یک سال اخیر جدا شده است، $64201 ایالات متحده آمریکا برابر به $661,270 سومانی، 200 یورو برابر به $2470 سومانی، 81,000 روبل روسی برابر به $11,907 سومانی و 4,572,542 سومانی را تشکیل می‌دهد. از جمله مبلغ‌گذاری به اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی 42,700 سومانی، $64,201 ایالات متحده آمریکا، 200 یورو و 81,000 روبل روسی، واسطه‌های پولی مصادره شده 199,670 سومانی و $1,131 ایالات متحده آمریکا، حبس مال و محصولات 680,150 سومانی، قاچاق مال و محصولات 2,166,260 سومانی، مبلغ ضرر از حساب روی پوشکنی انداز و باج گمرکی معین شده 12,251,250 سومانی، انداز 11,251,247 سومانی و باج گمرکی 1,003,000 سومانی. برقرار نمودن مبلغ‌ها 1,555,618 سومانی. قرض‌های انداز پیشینه شرکت‌ها 7,555,500 سومانی. در تمام دوره فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی، سرکردگان آن از حساب مبلغ‌های برای عمل‌های تروریستیشان از جانب خواجگان خارجی جدا شده، توانستند صاحب دارایی‌های زیاد گردند. پرسیده می‌شود که این دارایی و ثروت از کدام حساب آمد؟ البته از همان قتل و کشتار، گروگانگیری و فروش گروگانان، اینچنین از حساب مبلغ‌های خواجگان خارجیشان. باز هم این فرصت خوب به دست آمد که به مردم شریف خود مراجعت کنم و از جنایت‌های حزب تروریستی نهضت برای شما بازگو کنم. اون چرا که من دیدم به چشم خود شاهد آن بودم که یک وقت از طرف رهبران ایران به حزب نهضت دستور شد که باید که شما در هر کجا باید بیت المال داشته باشه، در هر منطقه در هر یک جا باید بیت المال داشته باشه تا که همون قماندان های شما و رهبران همین نهضت اینها دائم باید که با پول و مال زیاد باید که تامین باشن. بنابراین این دستورات قاری واسط گفتگی آدم نهضت مأمور کرد که رفته قماندان ها را چی کنید، امر ما را برسونید که آنها به هر واسطه قطعی از آدمان پولدار و دولت مردا و هر جایی که بیاون، حتی اگر مالکیت دولتی هم باشه به شکل غصب و دزدی هم باید که آنها کوشش کنند که پول و مال به دست بیارن. و یک راه این پول و مال به دست آوردن این گروگانگیری بود که یک انسانی یا در حکومت کار میکرده یا انسانی که ثروتمند بود و یگان صاحب کار بود یا پولدار بود، به هر شکلی یک انسان به میقپیدن، گروگان میگرفتن یا که رفته به سرش دوری میکردن که در بالاش ملزم میکردن که اینقدر پولی کلان، حتی پولهایی که در او عقل در او زمان عقل آدم تا 40-50 هزار دلار $100,000 برای آنها فرمایش میدادن که اگر همین قرار نیاریم ما شما را نابود میکنیم یا فرزندای شما را نابود کنیم. به همین مثلا تهدیدها همین کارا را میکردن و قماندانان را مأمور کردن که در هر منطقه با نماینده های خودتون بگذارید تا که آنها این چیزها را کنترل کنند. از جمله اینا رحمان گیتلر، اینا اشانی دراز، بعد یک یعقوب با لقب جنجک. خب اگر خیلی آدم‌ها بسیار بودن که همه را که در فرصت کوتاه نامش نمیگیریم مأمور شدن و دست به همین جنایت زدن که این جنایت
در یگان گوشه قانون خدا و رسول نمیگنجه. مثلا یک آدم شاید بپرسه که از مثالش چیه، از کجا میدونی که کشدگی؟ مثال روشنش اینه ثروتمندی رهبران تروریستی نهضت که همشون صاحب چندین خانه و بازار و مثلا مغازه های کلان و ماشین ها و زواد و فابریکه ها حتی ساختن. همه میها از همون پول های به زور به مردم گرفته شده بود که به دست آنها می اومد و باید که او رهبرایی که اینها تعیین کرده بودند در هر منطقه آنها پول مال جمع میکردن می آوردن در اختیاری رهبرای این حزب تروریستی میگذاشتند. سرکردگان این تشکیلات تروریستی حتی در شرایط اروپا هم از خیانت، فروش منفعت‌های دولت و ملت خود دست نکشیدند. اولی سال 2016 محیدین کبیری با وعده برقرار کردن فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی در خارج کشور از خدمات مخصوص جمهوری اسلامی ایران $800,000 ایالات متحده آمریکا دسترس نمود. این مبلغ به نام برادرزاده او کبیرزاده امام علی سفر که در ترکیه صورت حساب بانکی دارد انتقال یافته است. طبق سندهای بانکی بعداً این مبلغ را به صورت حساب شرکت UIB دیستاتا که در یکی از بانک‌های جمهوری لیتوا سیاولو بنز IB کشاده شده است ارسال کردند. این مبلغ دوره به دوره از طرف محیدین کبیری و خانواده‌اش استفاده شده است. 29 سپتامبر سال 2017 محیدین کبیری پنهانی از دیگر همدستان نهضتی‌اش تجارت خود را وسیع کرده در شهر ورشاو با نام برادرزاده‌های خود کبیرزاده امام علی سفر و کبیر و بیبی رقیه سفر اونم شرکت پردازگری جمعیت دارای مسئولیت محدود CMD را تأسیس داده است. کبیرزاده امام علی سفر اینچنین در بانک میلینیوم پولشا دارای حساب بانکی تحت رقم 7611 60 22 02 70 32 27 28 718 می باشد که تمام عملیات‌های بانکی سرکرده تروریستان نهضتی محیدین کبیری توسط آن عملی کرده می شود. نظر اساسناک شاهدان جنایت‌های سرکردگان، راهبران و اعضایان این حزب کثیف جزئیات ناروشن تاریخ موجودیت این حزب را برای ما بر علا عیان ساخت. خود حیات نشان داد، خود حیات اثبات کرد که آنها نیتشان که بد بود، نیتشان آبادی نبود، بدبین بودن، بدخواه بودن، خدا آنها را زد و امروز دیگر راه ندارند، تنها از همون خارجه استاده نسبت ما سنگ پرتاید. لیکن میگویم که سگ عکاس میزند لیکن کاروان عقل روان است. جوانان امروزه که آن روزهای دهشت را ندیدند، کودک بودند، امروز پدر و مادرشان عقل سالمی خود را کار فرموده با آنها روزهای دهشتناک را نقل کنند، فهمانند که آنها دانند که ما با چی عذاب و عقوبت و دهشت ها به این روزهای نیک رسیده ایم. همین دهشت ها، همین کثافت ها از کفای همین حزب نهضت اسلام. حالا که این تمام دنیا میدونه. برادران عزیز، مردم تاجیکستان عزیز، یک حالت های را دیدیم که حسابش گفتنش باور کنید در عقل یک طوری نمیگیریم. همه ایگرستگی و عذاب و مشقت، چه عذابات چه روزها دیدیم. امروز باید یک کاری کنیم که مردم تاجیکستان، من آشکار میگویم و یک دل پر میگم که دیگر اینها را گوش نمیکنن و او کارها و کردارهای کردند، گذشتند، مردم را گمراه کردند با واسطه مردمی گویم که خواجگان خارجی علاقه مردم اینا آموختن، دیدن، در حیات سنجیدن. چقدر 150,000 زیاد مردم تاجیک، پدر مادر برادرها گذشته شدن، چقدر مادرها گویم که یتیمدار شدن، چقدر عذاب و روزهای سیاه و وزنی به سر مردم ملت تاجیک آوردن. کبیری بیا قطعی خواجگانت که در همون خارجه هستی خودت با همونها کار باید که مردم تاجیکستان قدیم گواهی نشه. تو باید که در خیر در استقامت کجا هستی؟ خارجه هستی. با وطن ما و همون دهه‌ای که در شما در چی گپ زدن، در همون قشلاق هم مردم تو برآمد کردن که همون صدقه هم قشلاقت کنن، صدقه هم خاکی که در اونجا خون نافذ ریخته. امروز با مردم فریاد کرده و وای کرده و فتنه انداخته زی یگان مردم، یگان فردی تاجیکستان که شما را گوش نمیکنه و نخواهد شنیدن هم نمیخواهد. باز برای کرسی و منصب و دواده الحمدلله تنجی را بون که
شب ساعت 1 شب 2 شب اگر یک کارت باشه میخیزی با ای گوشه تاجیکستان با گوشه دیگر شب میری با خاری بویم با ازبکستان با گوشه زیر ساعت 2 شب 3 شب به یگان ممانعت تنگ آرامی این بهترین نعمت تنجی امانی آرامی همین رو گفتنی هستم که با مردم شریف تاجیکستان باز خبردار میکنم میگویم که برادران از این پدران برادران مادران خواهران هیچگاه فریفته این نغمه‌گرا این فتنه‌گرا نشوید این وطن نازنین دوست بداره آباد کنیم سرجم یک جایه باشیم تنجی بهترین نعمت برای همین ما مردم تاجیکستان دیگر شما را و حزب شما را در وقتش قبول نداشتیم حاضرم قبول نداریم و نخواهیم داشت. امروز برای همه واضح و روشن است که تفاوت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی از دیگر سازمان‌های دینی مذهبی در آن است که اگر دیگران با اهداف روشن فعالیت کنند نهضت‌های کثیف با روی پوش کردن نقشه و نیت‌های اصلی خویش می‌خواهند مردم را به گمراهی برند. اما در 1996 حزب نهضت اسلام به نام گروه مخالفین آمده از خانه‌مان اپم را گرفته گروگان گرفته بردند. تقریبا ماهی آگوست بود و آن را وحشیانه به قتل رساندند. سبب اینکه شما به ارمیای دولتی خدمت رساندین همون سالدات را یک برده نان میداد یک لیکوسه چینی جرغات میداد یک خدمت میکرد لباساشون هم میشست تو در آنها خدمت کرده گفته برده هم را به یگان اساس در سیر کوپرکی دیهای غلامان برده به قتل رساندند وحشیانه حتی مردهش را به ما ندادند. پرسیدیم با مدت چند پس اون پرنده و درنده گوشت و پوست او را خوردن استخوان‌های رو یافته آوردیم در آرامگاه دهمون کفن کرده گرانیدیم. در دیگر ناحیه‌ها دیگر دهات هم همین کارها همین جنایت‌ها رخ میداد و حتی ما هم شنیدیم و میفهمیدیم. گروه‌های همین زبایت قماندان گفتن از دهه گردنگه بود مربوط به حزب نهضت اسلام همونها آورده همین آدم پای ما رو به گناه به اساس برده به وحشیانه به قتل رساندن در سر کوپرکی دیهای غلامان. وحشانیتی که آنها صادر کردند حتی تصورش را هم نمیتوان تحمل کرد. ای مردم شریف تاجیکستان شما مگر روزهای سخت و پر عذاب سالهای 90 فراموش کردید؟ ساعتها حتی شبانه رفته برای یک بخانک خلیب برای یک تا نان نوبت میپایدید. بازارها خالی چشم مردم گرسنه مردم از آینده خود تماما امید کنده بود. استاد لایق گفته بودن که سربزرگ میوه باغ عمر درختی بیت شد زندگی از زندگانی بودنش نومید شد. عیناً همون سالا گفته بودن. برای همین وای واقعه فراموش نکنیم. هر زمان به خاطر آورده استیم بار دیگر این نهضتی ها این حزب تروریستی اکستریمیستی میخواهد که با رهبری خواجگان خارجی خود ان همین امنیت آسودگی پیشرفت ترقیات این کشوری مبارک ما را خلالدار کنند. بنابراین من بار دیگر دعوت میکنم که زیرکی سیاسی را ما نباید از دست دهیم هوشیاری سیاسی را نباید از دست دهیم. بنابراین سر وقت منع شدن فعالیت تشکیلات تروریستی اکستریمیستی حزب نهضت اسلامی قدم مهمی در راه استوار ساختن ثبات و امنیت کشور بود. گرفتن پیش راه این تشکیلات و این نقشه و این فتنه که به واسطه از خارجه اداره میشد برای ما یک نجات ملی بود. فقط لطف خداوند و سیاست خردمندانه دولت باعث شد که ملت تاجیک از چنین گروه زرخرید جنایتکار و از چنین فتنه عصر خلاصی یافت و حیات آسایشته مردم حفظ شد. مقصدی غرضی خواهشی حزبی امروز در تاجیکستان ممنوعی اکستریمیستی تروریستی نهضت اسلام با رهبری کبیری فقط ناآرام کردن همین وضع آرامی جمهوری تاجیکستان. چرا؟ سوال پیدا شدنش ممکن که چرا؟ برای آنکه اینها خواجه های خارجی دارند. انا همین خواجه های خارجیشون
میخواهند که با هر راهی نباشد وضعیت آسیای میانه را مرکب کرده از حساب مرکب کردن وضعیت جنگ انداختن مردم کسه های خود و خواجه های خارجی خودشان را پر کنند. برای کبیری و طرفداران او و حزبی تروریستی اکستریمیستی او دولت از سال 1997 امکانیت داد. آنها وارد پارلمان شدند. زیاده از 10 سال عضو پارلمان تاجیکستان بودند. اگر اقدام برای آباد کردن این مملکت میکردند میتوانستند، لیکن نکردند. اونا فقط کیسه های خودشان پر کردند. اونا فقط مردم گمراه گل زدند. استاد لاهوتی فرمودند که همه دادی وطنخواهی زنند، اما نمیدانم وطنخواهی به گفتار است یا کردار یا هر دو. کبیری هم مسلکان او، پیروان آنها، دنبرداران آنها فقط در گفتار وطن دوستی میکنند. آنها چی میخواهند؟ چرا از خارج کشور استاده سنگ میاندازند؟ از خلق عزیز تاجیکستان خواهش میکنم که نور را گذاشته ره به سوی ظلمات نبرید. با نظرداشت ماهیت تروریستی و خیانتکارانه و مقام غیرقانونی حزب نهضت از تمام شهروندان عزیز کشورمان خواهش کرده می شود که هنگام سخن گفتن، خواندن، نوشتن، آشنایی با مواد اینترنتی و عموماً ضمن هر گونه مناسبت با این موضوع با ادبیات، با اعضا یا فعالیت این گروه باید در نظر داشت که سخن درباره تشکیلات تروریستی منشأ غیر قانونی می رود و از نظر حقوقی همه گونه رابطه با آن عمل غیر قانونی و رابطه با اکستریمیسم و تروریسم به حساب می رود. بنابراین ضرور است که هر شهروند خودش، فرزندانش و اطرافیانش را از این خطر امین نگه دارد. همچنین به پدر و مادران، برادران و خواهران و کل مردم شرفمند تاجیکستان عزیز مراجعت کرده می شود که از این بعد هرگز نگذارند که فرزندانشان برای تحصیل به مکتب‌های دینی کشورهای اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران روند و پایبند به عقیده‌های افراطی شوند. در این کشور فرزندان شما به دام فریب سرکردگان و اعضایان تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی افتاده، در دایره تفکر افراطی و تروریستی تعلیم و تربیت یافته، در نهایت به گروه‌های افراطی و تروریستی شامل شده، پیش از همه به والدین، به ملت و دولت خود خیانت میکنند. بار دیگر از شما بینندگان گرامی، پدر و مادران عزیز خواهش کرده می شود که دیده و دانسته حیات فرزندان خود را نسازانید و آنها را به دست دشمنان وطن و ملت نسپارید. با خلق شریف تاجیکستان یک مراجعت دارم باز که فرصت شد همچنین مصفحه دیگه انسانی که در همه این واقعه ها شرکت داشتم، تجربه دارم، خارجه را دیدم، همه این چیزها را من یک انسانی هستم که از شنیدم نمیگم، چیزی که دیدم میگم. مردم شریف تاجیکستان رو آگاه میکنم که فرزندای خودتون رو کنترل کنید که به جمهوری اسلامی ایران نروند، خواندنی هم که باشد، کار هم که باشد نروند. آنها فرزندای ما را از مذهب میبرارن، به زمین اینکه از مذهب میبراین آنها را تروریست تیار میکنن و میگیرن، به واسطه پول فریفتشون میکنن. مثلا ما جهاد میکنیم گفته و ایسوس و بچه های یوشا میتونن که آنها اینها را از راه رشته میبرارن، عاقبت دست به جنایت میزنن، یا کشته میشون یا که یعمر در محبس میپوسن میرون، زن و فرزنداشو به صاحب. برای همین همچنین یک برادری شما التماس میکنم که کوشش کنید که فرزنداتو به جمهوری اسلامی ایران نروند. برای چی ما در این نقطه بسیار تاکید میکنیم که فرزنداتون نمونه؟ برای که هر یک کسی که جمهوری اسلامی ایران میروه، خواه اون نهضتی باشه غیر نهضتی، در اون مکتب‌های مخصوصی که برای تاجیک‌ها تشکیل کردن وقتی میروند، راهبران همه همون جاهای تعلیمگاه‌ها خودشو از همون امنیتی همون جمهوری اسلامی هستند و اونها همیشه کوشش میکنن که فرزندای تاجیک‌ها که در اونجا میروند آهسته به سوی مذهب شیعه جلب کرده شن و هر واسطه قطعی، با واسطه دادن پول، با واسطه مثلا که دیگر تبلیغ تشویق‌ها و بچه‌ای که مثلا ببینن که به شیعه تمایل داره
احوال مادیش خوب میشه و مثال شرایطش هم احیا میکنن خوب میکنن تبلیغش میکنن او یکی خوب نمیشه او را به هر واسطه قطعی بهای پس میگذارن از مکتب ها خارج میکنن کاری که در یک دشواری میغلطه و بچه که مجبور میشه که به همو گفته آنها بکنن بعد وقتی که آنها به مذهب شیعه تمایل کردن آنها را مجبور میکنن و وظیفه‌دار میکنن که شما به خاطر خدا به خاطر امام دیگر وقتی که تاجیکستان رفته باید که شما همین مذهب شیعه را باید نشر کنید تا که ما برای آمدن امام زمان مردم از زمینه مثل آمدنش مهیا کنیم. اکنون حیف گمراه گشتگان که از نعمت دوران استقلال تاجیکستان، از دستاوردهای تاجیکستان، از فیض و برکت، آسمانی صاف و بی‌آلایش و آفتاب نورپاش تاجیکستان عزیز حلاوت بردن نمیتوانند و قلب خود را با کبر و غرور بیگانه پرستی پر نموده خویش و نزدیکان خود را پیش از همه پدر و مادر خود را که نعمت بی‌بها برای هر یک فرد است زیر باران خجالت ماندند. عملهای انجام داده آنها هیچگاه از خاطرات مردم رنج کشیده زدوده نخواهد شد.